مسئولیت 100% زندگیتون رو به عهده دارید؟ پس چرا با پدرت کنار نمیای تقصیر پدرت میکنی؟ چرا درآمدت خوب نیست تقصیر شرایط جامعه میکنی؟ چرا اگه دیر میرسی به اهل کارت تقصیر ترافیک میکنی؟ نه، تو مسئولیت 100% زندگی تو به عهده نداری. مسئولیت 100% یعنی هیچ شانس، موقعیت یا هیچ چیزی دخیل نیست. هر اتفاقی بیفته مشکل 100% منم. اگه با پدرم کنار نمیام چون نمیرم کلاس های آموزش روابط با خانواده، چطور با پدرم رفتار کنم. اگه درآمدم خوب نیست شاید آموزش ندیدم، شاید درست نرفتم مسیر رو. اگه به ترافیک دیر میرسم شاید باید زودتر حرکت میکردم. ببین، این یعنی مسئولیت 100%. با مسئولیت پذیری 100% زندگیتون زیر و رو میشه. من بهتون قول میدم، من نمیدم، آقای دارن هاردی بهتون قول میده.